در ناحیه واسه جمع‌آوری حاصل پخته آغاز گردید. طبق دورنما کشاورزان ناحیه امسال از میدان 7570 گکتار پخته جمع‌آوری می‌نمایند. در 10 روزه دیوم ماه اوگوست قسم زیاد خوجگی‌ها به جمع‌آوری حاصل پخته شروع کردند. اعضایان خوجگی دهقانی به نام دولتیار در دهه چهارباغ دهات باباشاهیان به جمع‌آوری حاصل پخته این روزها آماده می‌شوند. رهبریت این خوجگی ماهیت و درآمد پخته را به اینابت گرفته نظر به سال گذشته امسال میدان کشت این زراعت را وسیع نموده است. تامینات سروقتی آب پالیزی و نوری‌های مینرالی امکان دادند که حاصل پخته در این خوجگی امسال فراوان گردد. پخته میشه خیلی امسال حاصلش پخته خسرو خسرو با پاری نکم ترک بد با امسال با خسروتر شد پخته سر حاصل شد و سر حاصل شد خیلی این رشقه کردیم رشقم نانی سوز شد این میگیریم با میفروشیم یک با چیمونه چی میکنیم امسال نه پخته کن دیم گندم که با اینا بعدی گندم دیم حاصل چیکیم جگوری کردیم جوروب کردیم او منانی هست میکنیم او میتیم خیلی مهنت میکنیم زمین دهقانی را خیلی مهنت میکنیم ایمی رزق روزیمون یافته استیم. برای سر وقت و به تلاش جمع‌آوری حاصل پخته رهبریت خوجگی‌های پخته‌کار همراه با اعضایان خوجگی همچنین کارمندان کرایه را به کارهای صحرایی جلب نمودند. برای چنگچیان شرایط‌های خوب مهیا کرده شده حق مزد مهنت چنگچیان سر وقت پرداخت کرده می‌شوند. ریاست کشاورزی ناحیه پیش از جمع‌آوری حاصل پخته در ملاقات واخوری‌ها با رهبران خوجگی‌های دهقانی همین ترتیب کار را در همه خوجگی‌های دهقانی ناحیه توصیه دادند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.